حالتان خوب است؟ تشکر. من خوبم. اگر خواهید با ماشینم شما را برده مانم. تشکر. خونم نزدیک. من تیمور. به محله نو آمدم. در اصل من همین جاییه. ببخشید رفتنم لازم. نامتان را نگفتید. تیری از کمان جسته پس نمی آید. اکنون هدفش را یافته است. لیکن اگر به هدف خطا رفته باشد، همه دلها به مانند تیری می شوند که به کمان پس آمدن می خواهند. اکنون اشک چشم به فایده می ریزد. داد و فیغان فایده ندارد. تیر به هدفش باید رسد و باید در هدف مستحکم است. آقای عمر خانم فیردوس التماس او رو میدیدید؟ حالشون بد است. فیردوس مرا گوش کن. فیردوس آرام شو. فیردوس نکن. فیردوس تو چیکار میکنی؟ فیردوس آرام شو آخر. انسان همه وقت چیزی را یا کسی را میجوید. مادر پسرش را، پسر مادرش را، عاشق معشوقش را و معشوقه عاشقش را. در وقت جستن حسرت عشقش زیاد می شود. البته عذاب می کشد و پس از پیدا کردنش به قدر آن می رسد. یگان کار کردن نمیتونم. یگان کار. تمام یانگا. زود داروی تسکین دهنده گیرید. یانگا تمام. آرام شوید. تمام. آرام شوید یانگا. آرام شوید. همش خوب می شود. تمام. شد فیردوس تمام. بس استم فیردوس آرام شو. گل بر این بچه بود. به خدا حیف شد. بچه بی طاقت بود. داغان آگاه کرده بودم که کاری نادرست میکنی پسرم. بچه دیوانه. او را خیلی دوست می داشتم. به فکر شما به همه آن خطاهایی که داغان کرده است تنها خودش گناهکار است؟ یعنی ما اهل عائله‌اش گناه نداریم؟ او را خوب تربیت کردیم همین طور. مگر ما به او آداب را یاد دادیم؟ چی بد و چی خوب به او فهماندیم؟ مگر مقصدی به این دنیا آمدنش را به او گفتیم؟ انا برای همین ما هم گناهکار مکه حمزه. انا اکنون همین کار را با عمر و صنم کرده ایستاده ایم. فرزندانمان را صاحبی نمی کنیم. ما نه تنها باید آنها را برای خطاهایشان جزا دهیم، بلکه آنها را صاحبی کرده راهی درست را نشان دهیم و زخمشان را همه یکجا شده ببندیم. زخمای من چی می شود اما؟ آنها را هم شما صاحبی کرده میبندید همین طور. میگویید من چی خطا کردم؟ یگان خطا نکردم، پس برای چی اینقدر عذاب میکشم؟ سرمه بیچاره او را فکر نکرده این گپا رو گفتم. معلش اکنون کارش شد. عمر و صنم برای خطایی کردهشان خودشان جوابگرند و این کار با ما دخل ندارد. خیلی که میگویند هر یک گوسفند را از پای خودش میآویزند. همین طورو اگر بوی بد برایت آن به همه طرف پهن می شود. من همین رو گفتنی بودم. کاری کرده سنم با عمر رو قبول کرده بخشیدنیان. آنها رو بخشیدنیان. باوریم نمی آید. با سنم چنان نفرت دارم که سعیده. شیطان میگوید که کاری که نسبتی تو کردن نبخش. بله نباید بخشید. این خیلی خاموش نیست. یگان کار کن. بله سعیده، شیطان میگوید اگر خاموش است تو را پایمال میکنند. فیردوس تنها تو زیق نیستی. نگاه کن، دختری من هم از دم مرگ برگشت. التماس آروم شو.
خطای من است عمر. نباید داغنم رو پرتافته میرفتم. باید با عذابهای رمزی طاقت میکردم. رفتم لیکن چی دیدم؟ حیاتم در حبس گذشت. هم خودم و هم پسرم رو حیف کردم. اگر با داغم میشدم و او را صاحبی میکردم، او به این احوال نمیافتید. عمر پسرم، داغنم را بد نگو. او گناه ندارد. شکایت نکنید. نمیخواهم که مثل من پسرم در حبس خانه عذاب کشد. التماس مرا درست فهم پسرکم. پسرم التجا میکنم به خاطر من شکایتتان را پس گیرید. янгаи фирдавс, доған чикор кардаст ҳанӯз намедонед. сурмаро, санамро, маро хеле азоб додааст. маро куштан хост. ман аз ҳаққи худам даст мекашам, лекин аввал доған қаҳрашро ба даст гирифтанро ёд гирад. аҳволи ӯро ҳанӯз намедонед. мақсадамон ӯро нобуд кардан нест. гӯш кунед янга. корҳои кардаи доғанро фаҳмед, хеле зиқ мешавед. бубахшед янга. то ӯ ислоҳ нашавад, ӯро бахшида наметавонам. бубахшед. ӯро танҳо бахшидани ман кофӣ нест янга, мефаҳмед? илтимос, маро фаҳмед. дигар илоҷ надорам. با سرما باید گپ زنم. حتما باید گپ زنم. سرما تو باید دانی. اکنون باید دانی. همش رو نخون میکنم. دیگه راست. سرما، التماس برا گوش کن. من همش رو با تو نقل میکنم. همش رو. تشکر. سرما، همه گناه در من است. مار یگان گناه ندارد. تو باید این رو دانی. کودکی که در بطنی من است از عمر نیست. حتی دستی عمر
به من نرسیده است، چون که وی تو رو دوست می‌دارد. تو رو خیلی دوست می‌دارد. عمر برای مرا نجات دادن، به من خونه دار شد. مرا برای تو فیدو کرد. سرما، دیگر چاره نداشتم. مرا تجاوز کردن. عمر نمیشد خودم رو میکشتم. چرا نکشتی؟ برای چی خودت رو نکشتی؟ تو نمیشدی من اینقدر عذاب نمیکشیدم. برای چی خودت رو نکشتی؟ برای چی؟ برای حیاتی مرا سزوندم، زنده موندی. به تو نفرت دارم، نفرت. مرا ببخش. مرا ببخش. سنم چی شد؟ تمام آرام شو. مرا نجات ده. مرا از این عذاب وجدان نجات ده. طاقت کردن نمیتونم. این زخم از زخم تیر هم بدتر است. بسیار عذاب میدهد. طاقت کردن نمیتوانم. این سیر را پنهان کردن نمیتوانم. کاش که میمردم. شد سنم شد. برای سیر را پنهان کردن هر روز 1000 مراتب میمرد. التماس اومد سرما را برگردان. با همه چیز را نقل میکنم. شد سنم التماس دیگر درباره مردن گپ نزن. کسی که جان تو کرده است همان حق گرفتن دارد. امروز اکنون دیر شد. سرما را پگاه میبینی. آرام شو سنم. هارون پسرم صبحانه تیار. نمیخوام مادر. باز به همان جای میروی؟ همان جای مادر، خانه نامزدم است. میلش رو پسرم، لیکن از حد نگذران. پسرم به حلیمه بسیار باور نکن. مادر او خوشدامن من است. تو نمیفهمی مقصد او مرا از تو جدا کردن است. دروغ نگوید مادر. یعنی چی؟ با سعیده جدا شویم؟ این رو میخواهید؟ البته نمیخواهم که تو باز غمگین شوی، لیکن احتیاط شو. مادر من چیکار کردنم رو میدونم، فهمیدید؟ بله میدونی. تو میدونی که به نزدیکترین دوستت عمر خیانت کردی. سبب غمگینی من هم همین است، وگرنه برای چی من غم خورم؟ تو تماما عوض شده ای پسرم، خیلی عوض شده ای. با من کاردار نشوید مادر، کاردار نشوید. شمایید خوش آمدید. خوش باشید. ببخشید. صبح خیر. سلام. انتظار نبودید؟ باز خوردیم؟ اینجا محله خورد. خوردنمون ممکن؟ خیلی شادم که شما را بخوردم. به بیمارخانه می روید؟ مگر شما بیمار هستید؟ نه، یگون درد ندارم. شاید به عیادت کسی آمدید. شما با فکرم بیکار موندید. با شما شناس شدن می خواهم. نامی مرا می دانید، لیکن من هنوز نام شما را نمی دانم. خانم سرما،
از شناسایی خیلی شادم خانم سلمى. شما رو در اتاقتون یک بیمار انتظار است. فهمیدم، رفتیم. دکتر خانم سلمى، از این شناسایی خیلی ممنونم. لباسهایت را آوردم سنم. تو را جواب میدهند سنم. سنم. سرمه کجاست عمر؟ عمر پسرم فردوس از بیمارخانه رفته است. جواب نداده؟ او با کجا رفته باشد؟ من هم نمیدونم. حجره‌اش رو دیدم نیست. همشیره هم او رو میکوبد. با کجا رفتنش رو کسی نمیدوند. یک بیرون رو بینم. تو در اینجا مون پسرم. من میبینم. یک بار داروهای سنم رو از داروخانه میگیرم. خودم میرفتم. نه تو کار داری پسرم. من رفتم. خیر. عمر از تو میپرسم سرمه کجاست؟ خدا شفا دهد خاله جان. خوش آقای عمر. سرمه وای سنم با تو گپ زدن میخواهد. این خیلی آدم رو نمیشناسم. در حجرهش تو را انتظار است. و شما گفتم آقای عمر این خیلی آدم رو نمیشناسم. گوش کن، من تنها خواهشی او را به جا میارم. راست وظیفه شما همین است. شما هر یک خواهش خانومتان رو به جا میارید. چیزی که گفتم میخواهید گویید. وقت ندارم. دامادم اومده است. داماد جانم رفت در رو کشو دخترم. حالیما با تو چی شد نمیفهمم. تو قارون را خیلی وقت دوست نمیداشتی. حاضر باشد تابا. چی ها میگویی حمزه؟ من هارون جان رو مثل پسرم دوست میدارم. پسردار نشدیم لیکن دامادی زیبا داریم. مادرت برای چی ناومدن؟ او رو هم باید می آوردی. او رو من سایده. چی گفتی؟ هیچ خیلی گپ هارون. شد سایده. خدایا دامادی من اومده است. خوش دامنت تو را دوست میداشته است. نگاه کن دسترخوان تیار. بیاشین. سعیده دخترم من زدت چای ده. نگاه کن حمزه دامادی ما چقدر جوان مردی زیباست. چی نگاه میکنی دخترم؟ چای رو پر کن. شین پسرکم شین پسر جانم. شما رو گوش میکنم. گپ زنید خانم. آقای عمر سنم به تو گپ دارد گفته. باز به من دروغ گفتند. راستی گپ حیران نشدم. عمر هیچگاه دروغ نمیگوید. همین طور. یعنی او به دوست داشتش دروغ نمیگوید. چی بودن دروغ رو شما به من میفهمونید؟ دروغ چی است؟ میبینم که شما با هم دیگر خیلی موافقید. خدایا من چه میگویم؟ خدایا. میدونی فکر کردم به من شفایابی میگویی. آخر من تیر خوردم. خانم سنم تیری تو رو برآوردیم. زنده ماندیم. لیکن تیری که تو و عمر با من زدید هنوز در درونم است. با من رو میسوزاند. عمر بیگناه است. باید تا حال تو رو دوست میدارد. او حتی با من دست نرسانده است. میفهمی نرسانده است. با ماننده فیلم های هندی چونکه با خواهر زندگی میکنید. او تنها مرا نجات داد. برای من خود رو فدا کرد. چون که
مرا در خانه باغدار. سنم، من به کسی بیعقل مانندم. پنهانی خانه دار شدید. او برایت خود را فدا کرد. بازی مرا دست می داشته است. سرما، با من مسخره بازی میکنی سنم. چیزی خواستت رو گرفتی. دیگر از من چی میخواهی؟ چی میخواهی؟ من را به حالم گذارید. شما در نظرم یک ذره هم قدر ندارید. شما رو چشم دیدم ندارم. به شما نفرت دارم. نفرت دارم. فهمیدید؟ نفرت. سرما مرا کش. شد سنم، شد. با تو گفتم که گوش نمیکند. گوش کند هم باور نمیکند. برای باور کردنش هیچ کار کردن نمیتوانیم. چیکار کنیم؟ از اول خطا کردیم. حاضر چیزی گویم خطا میفهمد. اکنون طاقت میکنیم این خانه‌دار شویمون تا وقتی که خدا با ما راه نشان دهد دوام میکند. سنم هارون بیا رفتیم. از پس کارمان شویم. ماند خوراکش را خورده تمام کند. تشکر، من سیر شدم. اوش شود سرکم، اوش شود. رفتیم. ها حمزه، ما امروز با سعیده و بازار می رویم. کمی پول لازم است، یگون چیز می گیریم. بگیر. حمزه، آخرین پول خیلی کم است. حلیمه، بس است. درایید. من از سر دکتر درایید خانم سوما. فهمیدم. شد فهما. حاضر زود دکترا را میفرستم. درای خانم سرما، زود آماده شوید. با آقای عمر همراه به دهه آفتابی میروید. در آنجا یک صدمه کلان شده است. یک ماشین با آدمانش چپه شده است. زخمداران خیلی زیادند. باید زود به آنجا روید که آنها به دکتر احتیاج دارند. وای، یک نفر کافی نیست؟ نقطه طبی آنها را ناکشادند. هنوز یگان دکتر نآمده است. یعنی دکتر نیست. برای همین هر دوی شما باید روید. با ماشین یاری تجاری روان میکردم، لیکن ماشین به شهر رفته است. شاید دیر آید. برای همین وقت را غنیمت دانسته اسباب‌هایتان را گیرید و زود با یک ماشین به آنجا روید. هر چی زودتر روید همان قدر زیادتر آدمان را نجات میدهید. مایلش. اگر خیلی که بگویند لباس داری راحت داری، لباس نداری سر میخوری. در این زمان پولی تیار باشد، پول باشد همه درها باز میشود. بس هاشین، یک چیز را تکرار کردن نیست. پیش را نگاه کن. خیر بچه ها، خدا حافظ. خوش باشید. خدا حافظ. سلام آقا. سلام. در اینجا چیگه؟ خیلی آدم خوب بود است. در محله همون افتاب برآمد. افتاب شما درباره چیگه بزنید؟ برای چی اینجا آمده است میدانه؟ چون که در اینجا تولد شده است. در جای تولدش سرمایه گذاری میکند. از روز آمدنش به مکتب و بیمارخانه کمک کرده است. برای مکتب و بیمارخانه تجهیزات سفارش داده است. خیری بسیار کرده است. پولش خیلی زیاد است. یعنی این جوان به هر طرف پول تقسیم میکند؟ بله هاشم، او خیلی بای بوده است. برای آباد کردن محله آمد است میگوید. نه خود تو با تو چه هاشم؟ با این آدم باید گپ زنم. سرمایه گذاری را در این محله از من خوبتر هیچ کس نمیداند. چخلی که میگوید پول در کجای باشد ما در همونجا. نامش را چی گفته؟ حالا با محمد خوشبختی آمد بید. هاشم بس است. اکا لیکن هاشم اینجا بیا. چخلی که میگویند فرمان آهن را میبرد. شما فرمان من آهنه که
санам, ман бояд зуд бароям. дар як деҳа садама шудааст, захмиён зиёданд. хубам, бо модарам ба хона меравам. Майлаш писарам, мо меравем. Ту вазифаатро иҷро. Хайр. Кане, биё духтарам, меравем. Оҳиста, кане, оҳиста. биё духтарам, биё. оҳиста. модарҷон, ман зуд рафтам меоям. ин либосро медиҳаму меоям. дар хонаи мо фаромӯш кардааст. шояд ба ӯ лозим шавад. Майлаш. Бисёр наист. Маро дар инҷо танҳо нагузор. Майлаш, модарҷон. боз биёед акай ҳасан. майлаш, саломат бошед. саида, духтарам, хуш омадӣ. хуш бошед. ин либосатонро фаромӯш кардед. ташаккур духтарам, заҳмат кашидӣ. ҳеҷ гап не. модарам маро интизор аст. ба бозор меравем. худо ҳофиз. ҳолат хуб аст, ҳалима? Ташаккур. он мардро дидӣ? аз хонааш баромад. ҳарчӣ шудааст? духтарам, ин ҳуррият танҳо нест. барои чӣ шавҳараш ӯро тарк карда рафтааст медонӣ? аз барои ҳамин хел корҳо. ҳатто бо падарат хонадор шуданӣ буд. намебинӣ? ба хонаамон зуд меояд. безор кард. бас кунед, модарҷон. вай, ба хонааш марди бегона даромад. модарҷон, ин хел нагӯед. биё, рафтем. моро бубахшед ака ҳамза. مانده نباشی سایه حضرت حمزه. تو پی بچه ها رو میکفونی؟ در بین راه فوتبال بازی میکنند مگر؟ روید در دیگر جا بازی کنه. شما پدر و مادر نداره؟ این چه غضب است حمزه؟ چه که میگویند با قهر خیزی با ضرر میشی. сурмо, чӣ шуд? телефонамро аз саросимагӣ дар болои миз фаромӯш кардам. агар гап задан хоҳӣ, телефонамро диҳам. не кай мерасем? рӯзи гузашта борон борида буд. роҳҳо каме вайрон шудаанд. иншоаллоҳ ба хайр бошад. иншоаллоҳ ба хайр аст. шумо ҳам аз коратон мондед. лабай, ҳамсаратонро бояд аз беморхона мебаровардед. خداوند این نفس را که در بین دو ابرویت است برای چی داده است؟ معلوم که جایی که انسان دیده نمیتواند در بین دو ابرویت است. نفس و شیطان در آنجا دوستی میکنند. جایی است که زود عقل انسان را میگیرد، بعد هوش انسان را به کجای خود روان میکند. عقلت از سرت رفته است کو؟ این عقل است. چخیل از سر میرود؟ مگر این خیل میشود؟ میرود، اگر نرود خوب است، چون که علامت های قیامت تمام میشود. باز چخیل قیامت؟ چی ها میگوید امک قربان؟ اینها با من چه علاقه دارند؟ تو حضرت نوح علیه السلام را میدانی؟ نوح را که نمیداند امک قربان. به همان آدم از خدای تعالی فرمان آمده است. آدمان عقلشان را گم کرده، از خود رفتن، طوفان می شود. یا کشتی ساز و عقل داشته ها را با آن کشتی سوار کن. آن حضرت زود از پسی فرمان می شود، کار را تمام می کنند. معلوم که قیامت نزدیک است. حضرت نوح به پسری آخرش می گوید که بیا به کشتی سوار شو، نجات یاب. پسرش می گوید که من آب بازی کرده می توانم اگر طوفان شود خرچی. این قصه را همه می دانند، لیکن هیچ کس مثل مولانا فهمانده نمی تواند. مولانا چی گفته است؟ کاش که آن پسر نوح آب بازی کرده نمی توانست.
همین خیر. میدانی قهر پیش چشم عقل رو میبندد. فکر میکند که همه چیز رو میداند. همین قیامت رو نزدیک میکند. نگاه کن من چیکار میکنم. همین خیلی آمده طهارت میکنم، این قهر رو پس میکند. عقل پریده رو به جایش میآورد. بعد من به مسجد در آمده 2 رکعت نماز میخونم. بعد از من دیده کسی با تمکینتر نیست در دنیا. در آخر به دوست داشتم زمین میزنم. دوست داشته؟ برای چه حیران شدی؟ من یک دوست داشته دارم. با خدایم گپ میزنم. دردم را نقل میکنم. درمان میخواهم. قربانش شوم. مرا ناامید نمیکند. به فکر من تو هم باید سنجی. به مانندی پدرت. احتیاط کن حمزه. قهر را در جای لازمی استفاده نبری. وای تو را استفاده میبرد. احتیاط کن به دستی اون افتی. احتیاط کن. احتیاط. اینو بچه ها بازی کنید. خورسندی کنید. کنی آهسته دخترکم آهسته انا همینطور آهسته کنی بیا سرطب نمیخوره دخترم؟ نه مادر جان. کنی درو دخترم آهسته انا همینطور. آفرین. خوش آمدید اما جون. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید اما جون. صحت شدید؟ همه این رو ما برای شما آوردیم. تشکر بچه ها. چخیر؟ مقبول شد؟ همه این رو برای تو کردیم. همه چیز رو آوردیم. تو رو خرسند کردن خواستیم. مقبول شد دخترم؟ تشکر مادر جان. به شما هم تشکر. در روزهای خوب استفاده بری سنم. همه جو زیبا شد. عمر بینت خرسند می شود. مگر من میگذارم که دخترم به جهاز عروسی ماند. اگر تو رو در لباس عروسی میدیدم دخترم. ینگر سنم جان ما رویم. اگر فکرت در خونه نبودنمون رو فهمت خوب نمیشه. راست میگوی دخترم. تو با بچه ها رو من بعد میویم. هاشم و فکرت نفهمند که ما اینجای میلش وگرنه میکفند. میلش ینگر جان رفتیم بچه ها. خیر اما جان. خیر. خداحافظ بچه ها. کنی دخترم کنی گذر دخترم. مرحبا کنی بیا. شین دخترم. آفرینه. بله انا دکتر اومد. زخمیان کجایم؟ خوش میکنم دکتر. زودتر باشید دکتر. خوش اومدید. خوش باشید. خیریت اومدید. زخمیان خیلی زیادن. راه شوید. زخمیان کجایم؟ راه دید. زیق نشو زینب. نگاه کن دکتر ها آمدن. مرحمت. دکتر همتون رو یک بگ معاینه میکنن. التماس با بیرون برید. خواهش میکنم. داد و فیغام نکنید. من وکیل هندی هستم. خیلی خوب. شما زودتر باشید. اول از وظیفه‌های شروع کنید. مایلش آقای عمر. خدایا او میمیرد. او را نجات دهید. التماس نامزدم را نجات دهید. بعد از یک هفته تویمون بود. التجا میکنم. خانم دکتر حال این بیمار خیلی وزین است. او رو ببینید. خوش دست. حاضر. مراد. پسرم در کجاست؟ مراد پسرم
چشمونت رو کشو چشمونت رو کشو پسرم التماس آقا اجازه دهید همش خوب میشه همش خوب میشه یک طرف ایستید التماس خلال نرسونه برو جون چشمونت رو کشو پسرم خدایا نبضش نمیزن پسرم عمر نبضش نمیزن چا میکنم یک طرف برو نجات ده دکتر چشمونت رو کشو مرا تنها نگذار شد آروم شو دکترها رو سیاه میکنن آروم شو زینب همش خوب میشه یک طرف آروم او نباید میرد او نباید میرد دوام ده و زنده بماند چای گرم دختر مرحمت نوش باز چی شد دخترم کنی گپ زد ببخشید مرا مادر جان بسیار فکر نکن بحث کن سرما چیکار باید کنم که سرما مرا ببخشه دخترم سنم بحث کن هوشت رو بسرت گیر خونه دار شوی بازی نیست فهمیدی خونه دار شوی کاری شوخی نیست این رو نغزکت فکر کن این اویله رو تو مستحکم میکنی با تو نصیحتی مادرانه میکنم دخترم کاری شده شد شما خانه دار شدید اکنون تو اویله دار شدی یگانه چیزی که باید کنی اویلت رو صاحبی کردن راست اویله من اویله دارم البته اویله داری اویله او باید زنده ماند باید زنده ماند نمیمیرد نباید میرد جا میکنم مرا تنها نگذار خدا جان او را از من نگیر خدا جان این همه از برای تو شد تو پسرم رو کشت نکنه من تو رو میکشم تو چی کار میکنی؟ نزدیک نشوی من گناه ندارم به فکرم مادرم راست میگوید اکنون کاری شده شد ولی اکنون همش در دست من است باید اویلم را صاحبی کنم تو این صدمه رو دونسته کردی لعنتی من گناه ندارم پسرم رو کشتی اکنون من تو رو میکشم گناه ندارم زنده است تو نکن سلاحت رو پایان کن سلاحت رو پایان کن پسرم زنده است تبریک میکنم شکر خدا جان شکر باور نمیکنم تو این صدمه رو من محسوس بگناهم مطلب باور کنید بگناهم نیستیم شما چی کار میکنید آخه دو هم زخم دارم سرما نه هیچ گپ نه تنها خیلاتم سیرخ شد ای آدم تو چی کار میکنی او باشی چی توشین سرما من دوام میدهم نه من خودم دوام میدهم بس کنید شما چیکار کردید خانم دکتر مراد رو نجات داد خیلی رو میپرانید پدر پسرم اما کی درمش رو عذاب ندید پدر او مرا نجات داد نشد صدمه کرد او گناه ندارد خوب هستی مراد خوبم زینب خوبم خانم دکتر ببخشید خودم را داشته نتوانستم یک خطا کردم مرا ببخشید خانم آخر وای پسر یگانه من است از غضب چیکار کردنم را ندانستم
شما؟ مگر مرا نشناختی سنم؟ من مادر داغم؟ بله به من گفته بودند که اومده اید. زود شکایتت رو میگیری وگرنه من تو رو میکشم. با شما تشکر. سلامت باشید. با تو یگان چی میشد؟ من چیکار میکردم؟ پسر یگانه من هستی. یگانه امانت که رحمتی مادرت مانده است. تو صحت شوی پسرم، برای تو یک توی کلام میکنم. با ما که درموش آشتی کنید پدر. اکنون دشمنی رو بس کنید پدر. او راست میگوید آقای حسین. دشمنی رو قهر رو بس کردن لازم. نگاه کنید. از برای یک قهر قریب یک جنایت میکردید. و فکر من باید شما حاضر چه خیلی که پسرتون میخواهد با او آشتی کنید. آخر قهر و غضب این دشمنی اشدی انسان است. بیا پسرم بیا. مرا ببخش درموش. همش خوب میشود. برای پسرم رو نجات دادنت خدا از تو راضی باشه. این وظیفه من بود. شما چی ها میگوید ینگا؟ پسرت اون قریب من رو میکشت. اون من رو میکشت. ما همش رو فهمیدم. گناهکار اساسی تو هستی. اول با پسرم نامزد شدی، بعد او رو رد کرده با دیگر کس نامزد شدی. پسرم رو دیوانه کردی. اگر تو رد نمی کردی او این بیعقلی رو نمی کرد. گناهکار تو هستی. تو شکایت نمی کنی. پسرم در حبس عذاب نمی کشد. من عذاب کشیدم او رو نمی گذارم. هیچگاه نمی گذارم. تو مرا فهمیدی؟ بس اکنون گوش کن. با من گوش کن فردوس. با دخترم جبر نکن. با همش پسرت گناهگار یگان بیعقلی نمانده است که نکرده باشد. برای همین به حبس نشست. اگر داغن پسری تو باشد، سنم دختری من است. تو مادر باشی، من هم مادرم. فهمیدی؟ بس است. پسرم رو خلاص کنید. خلاص کنید پسرم رو. التماس به من کمک کنید. چاره ندارم. خلاص کنید پسرم رو. خلاص کنید. تشکر. سلامت الهی دست شما خدا شکر. سلامت باش. هزار برکه. هزار تشکر زیاد. الهی دستتون درد نکنه. خانم دکتر خیلی شما یک لحظه صبر کنید. الهی دستتون درد نکنه. خیلی خانم دکتر سلامت باش. خدا شکر. خانم دکتر یک لحظه صبر کنید. خانم دکتر این رومال عروسی رو من بعد از زکات باید در تیم میپوشیدم. با دستانی خودم دختم و شما توفه کردن میخواهم. شما ما رو با دوست داشتم رسوندید. انشاءالله خدا شما رو همه دوست داشته تا میرسوند. لیکن تو با نزدیک عروس میشی. هیچ گپ نی. من باز برای خودم میدوزم. التماس اینو قبول کنید. التماس رد نکنید. مرا خرسند نکنید. تشکر. دکتر پدرم بیمار است. پدرم رو نجات ده دکتر. نبینیم. آقا شما رو در کجای دیدگی برین؟ پیشتر به هفت بهار اومده بودید؟ نه، بار اول می آیم. هفت بهار برایم خیلی خوش آمد. برای سرمایه گذاری جای خوب است. راست میگویید؟ یعنی شما با اینجا برای سرمایه گذاری کردن آمدید؟ میخواهید دکان کشوید؟ نه، من میده بازی کردن نمیخواهم. میخواهم یک کارخانه کلان کشایم. آفرین. انا این وطن دوستداری آدمی صاحبکار انا همین خیل میشود. اگر کس جایی را آباد کردن خواهد باید اول محل خودش را آباد کند. همه از او مینه‌دار میشوند.
نامتان چی بود؟ نامم امین. آقای امین، در این محله یک عائله نامدار بوده است. نامشون چی بود؟ در زبانم می آید و عدلی ها رو میگویید؟ ها، بله بله. به من درباره آنها کمی نقل میکردید؟ البته نقل میکنم. من به آدمی که وطنش را آباد کردن میخواهد همه چیز رو نقل میکنم. پدرم خیلی بیمار است، در خانه خوابیده است. التماس پدرم را نجات دید پدرم را. میبینیم. سرما ایستامان همه روم. در اینجا کارمون تمام شد. شما هم دکتر هستید؟ رفتیم شما هم دکتر هستید؟ پدرم را نجات دید. رفتیم. با کجا حاصل؟ شما از پسرم با خبر باشید. من با آنها میروم. آنها تمام. تشکر. همچنین برای معلومات دادتان نیز تشکر. چه خیلی که میگویند خبرهای اینجاها رو از سرتراش گیر. ها، راست میگویید. پولی میدان نداشتید؟ بقیهش لازم نیست، مال حلال شما. لیکن این یک چای پولی آقای امین. اینه بینید ها، چه آدمی سخاوتمند. آفرین. این آدم من رو به حیرت آورد، محله رو هم به حیرت می آورد. 2 چای گرفتم. تشکری زیاد. خدا برکت دهد. چی؟ با تو خیلی زیبی دستارون. چی زیبی؟ کار کردن. میگوین اپای حلیمت رو کاری وزنین کردن نمیگذارد؟ با تو چی؟ کنی خیز رم از اینجا. چی شد مادر؟ هارون دروید، مرحمت دروید. پدر جان، من دکتر آوردم. یک تانه 2 تا آوردم. یه شهر منم یک پدر رو خبر کردم. پدر جانم نجود میابین. حاضر دخترها شما رو توبت میکنن، از جاتون میخیزید. منش پدر رو توبت کنید. من حاضر برای شما کاوش میارم. زمین خونک است. حاضر. چی شد آقای دکتر؟ او مرده است. میدانید آقای دکتر، باید شر نگویید. یک سوزنده رو گذرانید، چنان وانمود کنید که سوزنده رو گذرانده باشید. بگذار او همه خیلی فکر کند. بعد رفتن شما من به او میفهمانم. یشر پدرش رو خیلی دوست می‌داشت. بچه بد نیست، لیکن عقلش کمی نورسو. آوردی، بیا گذر. خیلی کنه است. اینجا ده کفش‌های زیبا نداره. گیرید پوشید. چی نگاه میکنید؟ گیرید. پدرم را سیاد کرده. چرا خورموشه؟ چی شد با پدرم؟ گم زنه داخل. گوش کن هارون، اگر با چشمان خود نمیدیدم باور نمیکردم. حسنی آهنگر رو دیدم از خانه شما میبرآمد. مادرت با خرسندی او را گسل میکرد. به خدا با چشمان خودم دیدم پسرم. و تو گفتنی نبودم، لیکن اکنون دشمن نیستیم. با مادرت خدا میشویم. اگر این خیل چیزا شود چیکار میکنیم؟ میدونی پدرت مادرت را از برای همین خیل غیبت ها ترک کرده رفت. تو این ها را نمیدانی و مادرت گوی پسرم در بین مردم شرمنده نشویم. باز از حد نگذرانی. فهمیدی پسرم؟ خیر میل، من نمیخواهم که یکان جنجال شود. فهمیدی هارون؟ آقای دکتر، پدرم سیاد میشود؟ البته سیاد میشود. تو از کجا میدونی؟ تو دکتر هستی مگر ها؟ وای،
گوش کنید. مایلش آقای دکتر، شما روید، ما بیمار رو نگاه میکنیم. این دوره دادتون رو استفاده میبریم. خداحافظ خانم دکتر. با شما تشکر آقای دکتر. خداحافظ. پدرم سیاد میشم یا نه؟ خدای توبه، تو چیو میگوی یاشار؟ دکتر خدا از شما راضی باشد. تشکر. مرحمت. خدا از شما راضی باشد خانم دکتر. تشکر. یگون چیزی باید شده است مگر؟ نه یاشار، یگون چیزی باید میشد میگفتند. بیا با دیگر اتاق گذاریم. پدر جان. بیا با دیگر اتاق گذاریم. پدرت کمی دم گیرد. مایلش. استوب تو با من یک بار در جنگل آهو دیدم گفته بودی. درخت دیده بودی. بله بیا رفتیم. با من نقل کن. باید با او میگفتیم. راستش رو میگفتیم که مرده است. بعد از رفتنمان میفهمد. نمیخواهم که باز یگان بیعقلی کرده به تو ضرر رساند. من خودم رو محافظت کرده میتوانم آقای عمر. تاریک میشود. زودتر به خانه باید برگردیم. در خانه خواطر میشوند. بیاشین. برای چی خسی یاشار؟ پدرم آوازش نمیبارد. یگان چیز شده باشد مگر؟ نه یاشار، یگان چیز نشده است. گوش کن. ایستو صبر کن. یاشار. گوش کن. ایستو. پدر. یاشار. پدر. ایستو. پدر جان. یاشار آرام شو. چرا چشمش رو نمیگشاید؟ پدر جان. پدر. به من نگاه کنید پدر. پدر جان. پدرم مرده. یاشار آرام شو پسرک. پدر. آروم پسرم آمدی. وای آدم کیست؟ کی بود وای آدم؟ در خانه ما چیکار میکرد؟ برای چی آهنگر رو به خانه راه داده؟ تو چی ها میگویی پسرم؟ حسن آهنگر در خانه ما چیکار میکند؟ چرا مردی بیگانه رو به خانه راه؟ تو با مادرت چه خیل گپ میزنی ها؟ من این خیل شدنش رو انتظار بودم. همه این را به تو خوش دامنت یاد داد. همین طوریه این را وای به تو گفت میدانم. و خانه مردی بیگانه در آمد میگویی. تو چه حق داری که با مادرت چنین گپ بزنی؟ با من گوش کن هارون. با همه تحقیرهایت طاقت میکنم، لیکن در مسئله ناموس ما را تحقیر نکن. اجازت نمیدیم. بله حسن آهنگر به خانه آمده بود. شام بخیر. خوش آمدید. بیایید. شام بخیر خانم هوریا. درایید. ببخشید خانه ها را تازه میکردم. مرحمت گذارید. تشکر خواهرم. تشکر خواهرم هوریا. بچه ها تو رو دیدن خواستن، برای همین آنها رو آوردم. تشکر هوریه. با ما در روزهای سخت کمک کردی. تشکر. وگرنه چی کار میکردم؟ با تو هم پسرم. تشکر. لباس هایی که در کودکیت میپوشیدی و کودک هایم دفعه گذشته وقتی که اومده بودم بزنم لباست رو دادی. بله این لباس تنم هم از تو است. خدا از تو راضی باشد. ایستا یاشار، ایستا میگم. با خود بیا. دکترها گناه ندارن. وقتی آنها آمدن پدرت الکی مرده بود. آنها با تو گفتنی بودن که مرده است، لیکن من نماندم. با خدا تو یگون بیعقلی میکنی. گفتم نماندم. با خدا مرده بود. با چشمانم دیده بودم. دکترها گناه ندارن. نه، آنها سوزندارو داده کشتن. سوزندارو نگذرانیدن. دروغ گفتیم. من گفتم. من یاشار. آنها رو میکشن. از دستم نمیگریزن. میکشن. ببخش دخترم. صدیقه تو هم ببخش. شما را خفه کردم. آه دل مادر. از علم چیکار کردم را ندانستم. خدایا شب شده است. دیر شد. زود روم. پگاه باز میآیم. مایلش خیر. من رفتم. مایلش. من هم میروم. باز کمی می نشستید ینگا جون. با کجا می روید؟ باز من هم تنهایم. تو اومدنی عمر می نشستی؟ نه روم اکنون. مایلش. روم. سنم دخترم.
دل مادر را وقتی که مادر شدی بعد میفهمی. اگر کودک تو از همه کودک بد دنیا باشد هم او را دوست می‌داری. تو زحمت نکش دخترم، من خودم میروم. شب بخیر. نه هیچگاه تو رو دوست نمیدارم، چون که تو حیاتی مرا سوزوندی، حیاتم رو پریشان کردی. بخشیده به ایدی بانوان، فیلم هنری مهراب، انتظاری سنگین است، درد عشق، حادثه چشمگیر، تمام شد، اختر گریان، تضاد زندگی، در مهمانی سرویناز شهزاد گلرو، کاخ تاجیکستان، 5، 6 و 7 مهر ساعت 14. جدیدترین فیلم با ترانه عشق. با دونستانی کلمه و واژه‌های زیاد صحبت شما شنیدنی خواهد بود. واژه‌نامه الکترونی از تقدیمات مرکز پرودوسری همصدا. برنامه الکترونی واژه‌نامه با 4 زبان: тоҷикӣ، русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28, 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. مادرجان ببخشید مرا. مادر نمیدونستم، مرا ببخشید. مادر رفت از اینجا، رفت. من از این حلیمه رفت. چی شد؟ نگاه کن، راه محکم است. با فکرم گذشته نمیتونم. اکنون چی کار میکنیم؟ برگشته با دیگر راه میرویم. در کجا بودی زنک؟ تو رو نزدیک در انتظارم. مگر کلید نداری؟ کوشا و درو؟ در خانه فراموش کردم. تو از کجا اومدی؟ خدایا بازار رو تماشا کردم. کلیم به کجا رفت؟ به خانه همسایه رفته بود. چی ممکن است؟ درو شکر گوی که این روز طبعا خوش نباشد به شما نشان میدادم. چی شد آقای هاشی؟ برد کردم صدیقه، برد کردم. یک آدمی دارا با نام تیمور به محله آمده است. یک وقتا در محله ما زندگی میکرده است. پدر و مادرش رو میدونم پولش بسیار است. صدیقه پولش بسیار، پولش. با تو چی شد دخترم؟ چرا به فکر فرو رفته ای؟ مادر جان، به هارون در باره وی مرد هیچ چیز نگفتید؟ چی میگفتم دخترم؟ به خدا هیچ چیز نگفتم. هارون باید می اومد. 2 ساعت باز نیست.
تلفنش هم جواب نمیدهد. خدای دخترم تو چی فکر میکنی من غیبت میکنم؟ خدای توبه. با کجا زنگ میزنی حمزه؟ با بیمار خانه. فکر دخترم رو میکنم. زنگ زن. الو، شام بخیر. من پدری خانم سرما حمزه عدلی. سرما به جای صدمه رفته بود. تا حال برنگشته است؟ تشکر. چی شد حمزه؟ از جای صدمه کی ها برآمدن، لیکن تا حال نآمدند. غم مخور، میآید. عمر هم با او بود. عمر گفتی؟ بله. آنها همراه بودن حلیمه. خدایا دخترم را گریزاندن. عمر سرما را گریزانده است. آمد به سرم از آن چی که میترسیدم. شما چه هم میگویید؟ چه خیلی گریزاندن؟ شاید در یگانجا در ماندن، حاضر میآیند. ای دختری ساده، تو چرا میفهمی به عقل؟ از عمر همه چیز رو انتظار شدن ممکن. دخترم را از دست دادم. تلفنش جواب نمیدهد. چرا ایستاده حمزه؟ رفته دخترم رو یافته بیار. زودتر رو، و تو میگویم دخترم رو یافته بیار. کاری کرده ای سنم و عمر رو قبول کرده بخشیدنیم. آنها رو بخشیدنیم. باوریم نمیآید. مثلا چنان نفرت دارم که شیطان میگوید کاری که نسبتی تو کردن نبخش، ولی آنها رو نباید بخشید. این خیلی خاموش نمیستم، یگان کار میکنم. با فکرم راست میگویی. سرما با عمر گریخته است. شما چه هم میگویید؟ اول فهمید انیق کنید. سیده تو کار نشو. آرام در وقت شما دی پسران راه گپ نتویم. سرما با عمر گریخته است. دخترم رو از دستی وی جانور خلاص کنید. من به شما گفته بودم که از دستی عمر همه بلا می آید. مرا گوش نکردید. انا کاری کردنش رو دیدید؟ اوه مادر، واهمه نکنید. چرا اینقدر دروغ میبافید؟ ببخش، راه خیلی بد است. با تو چی شد؟ نه، هیچ چیز نشده است آقای عمر. ماشین رو زودتر حی کنید، به خونه رسیم. در خونه غم میخورند. چرا این خیلی نگاه میکنید؟ زودتر. وای، ببخش سرما. سرما، سنم را تا آخر باید گوش میکردی. آقای عمر، اینجا جای موضوعهای شخصی نیست. التماس. ماشین ویران شد. کویک بینم. نیسته شما نمیگریزید. شما پدرم را کشته. من شما را میکشم. کجا شدی عمر؟ کجا شدی؟ گپ زن. عمر در کجاست؟ او در کجاست؟ نمیدونم. زنگ میزنم پیدا کرده نمیتونم. تلفنش خاموش است. اگر با دخترم یگان حادثه شود، من میدانم با او چی کار کنم. چی شد؟ شوهرت دخترم رو گریزانده است. با کار دارو.
شد باز یک بار. شد تمام. کار نمیکنه. کار نمیکند؟ متاسفانه سرما. اکنون پیاده راه را دوام میدهیم. پیاده؟ دیگر چاره نداریم. از اینجا ماشین نمیگذرد. زن ماشین روان کنند. قوت ندارد. خدایا از یگون کس کمک پرسیم چی؟ از کی؟ تا وقتی که کمک میکنیم در محله میشویم. چیزهای را گیر رفتیم. چرا همه کارها برعکس می شود؟ یگان چیز برعکس نمی شود سرما. همه چیز به نقشه ما نگاه کرده حرکت می کند. این را در وقت دانشجویی بسیار آموخته بودیم. راست. تو در حقیقت در این مسئله تجربه دارستی. نقشه های تو رو هیچ کس نمی فهمد. تو عقل رسا داری. عقل ما با عقل تو برابر شده نمی تواند. در مکتب هم همین خیل بودی؟ سرما؟ رفتیم آقای عمر؟ حق استی عمر. اکنون چی کاری که کنی حق استی. من شما رو داشتم. این چه صداست؟ اینجا کوهسار است سرما. شاید شکارچی باشد. استید از دست من نمیگریزید. تو راه را میدانی؟ این راه البته به یگان جا میرساند. خدا جان، خدایا این چی بود؟ این تنها سگ. نترس. من نترسیدم. این را بپوش. التماس آقای عمر، من خوبم. خنک نخوردم. خنک خوری بیمار میشه. من خنک نخوردم. التماس سرما. التماس. تشکر آقای عمر. اگر شما چه میگویید این بچه عقلش رو گم کرده است، سنم را سوزاند، اگر نوبت به سرما رسید او را یافته کشتن لازم. مر بچه را میکشیم. فکرت زودتر باش. تپانچه را گرفتی؟ گرفتم پدر. ما هم نوامده. بیاید اماد رفتیم. سلام آقایان. خودش چی گفت؟ یگان واقعه شد مگر تینجی است؟ این چیزی راست میگه عزیزان. نمیدونید مگر کسی که آهسته رود به منزلش میرسد؟ نخود ندانید. کسی که زود حرکت میکند حسش را دامنگیر میکند. اگر قهر عقل را پراند انسان دیگر راه ندارد. اگر به شما گویم که حقیقتی کاری شما را یک درخت میداند شما میفهمید؟ با این عقل نمیفهمید.
اگر گویم که وقت داروی بسیار چیز است میدونید یا نه؟ یگان سیر پنهان نمیماند، لیکن این هم عقلی غضب داشته را خوب اداره نمی کند. لیکن من باز تکرار میکنم کسی که با قهر میخیزد با ضرر میشیند. سرکای تیز با خفش ضرر است. این را فراموش نکن هاشیم. اکای حمزه دل میمانیم زودتر. اکا گپ این دیوانه را گوش نکنید. هم دیوانه را گوش کنیم. اوه زودتر اکا زودتر. اونها میگریزند. آقای هاشم دیوانه، آقای هاشم دیوانه، هاشم آقای هاشم دیوانه شد، آقای هاشم دیوانه شد. عمر، وای آقای عمر، من گرم شدم. باشد، راهمان دراز است. نه گیرید، التماس. تشکر. این آدم کی باشد؟ سلام علیکم آقا جان. و علیکم السلام سلام. بخیر است؟ با کجا می روید؟ همسرم نخواست بیمار شد، به بیمار خانه میبرم. تب دارد. عمل شما بسیار دعا کرده اید. خدا برای شما تا بیمارخانه نرفته دو دکتر روان کرد. شما راست میگویید. خدا را شکر. در اینجا معاینه کردن نمیتوانیم. خانه‌تان در کجاست؟ انا در پشت اون درخزار. این خیلی باشه زود به آنجا میرویم. رفتیم. امینا همسر زیبایم، نگاه کن. دکترها آمدن. با تو نگفته بودم خدا با ما کمک میکنه. خدا از شما راضی باشد سرم. شما اینها را دارید اما من خودم میکشم. تشکر سرم. خوب، تشکر. از نقطه تیبی برآمدنشان رو خیلی وقت شده است. من این خرس شدنش رو انتظار بودم. همه این را به تو خوش دامنت یاد داد. همین تقدیر این را وای به تو دوست میدانم. و خونه مردی بیگانه درآمد میگویی. دور شدی پسرم، راندن نمیتوانی. پیشت را نگاه کن هارون، پیشت را. ببخشید. اکای حمزه. شاید من خطا کرده باشم. شاید نگریختن. خوبتر فکر کنید که خوبتر. سرمه دخترتون. کم زودتر رانده میتوانی. با کجا رفته باشن یا؟ با کجا؟ امینم همسر یگانم. انشالله صحت نشوی. کنی چشمانت رخ شو. بدونی پسرم وای برای هیچ گاه نرنجاندم. مثلش در دنیا نیست. امینه جانی من نگاه کن. خدا آنها رو به ما روان کرد. با فکرم همسرتون راه گشته نمیتواند. بله همین خیلی. لیکن نگاه بین میکنم. تا زنده هم نگاه بین میکنم. او در زندگی مونیس یگانم. همسری عزیزم. خوب هستی خانم نبینم. گپ زن خوب هستی. خوبم میگوید. شما را دوست داشته است. آنها هم تو را دوست داشتم. هر دویشان آدمانی خوبی دنیا هم.
نگاه کن و از رویشان معلوم است. فرزندایم چرا خستید؟ شینید گرم شوید. حاضر برایتان یوانچی میارم. آی امک جان ما میرویم. نه این خیلی نمیشود. تو یوانچی نخوری از اینجا نمیروید. شینید. مادر عمر سرمه رو گریزوندن. شنیدم دخترم شنیدم، لیکن عمر خیلی آدم نیست که این کار رو کند. گریه نکن دخترم، آرام شو. من اکنون چی کار میکنم؟ دخترم گریه نکن، همش خوب میشه. مرحمت. زحمت کشیدید امک جان. مگر زحمت نشود پسرم. شما را تاج سر بکنم. شما همسری برا طبابت کردید. دنیا از بند شد. خدا از شما راضی باشد. راست نیستید. شینید. Bakınmayın öyle. شما باید دیگر خیلی مناسبت فرزندانم. نو خانه دار شدید. ما هم یک وقت مانند شما بودیم. من به مانند تو جوان زیبا بودم. امینه هم به مانند خانم خیلی زیبا بود. دوری یگانه. امک جان ما با او در یک دهه کلان شدیم. مکتب را هم همراه خواندیم. حتی در یک سیم یک دیگر را دوست داشتیم. عشق اول دیگر خیلی است و هیچ چیز مانند نیست. شما هم یک دیگر را دوست داشته خانه دار شدید همینطور. بدترین روزهایم را در اینجا گذراندم. جهنم را در اینجا دیدم. پسرم که او را از جانم زیادتر دوستش می‌دارم در همینجا ماند. داغانم را به تو گذاشته رفتم. خانم تو با او چی کار کردی؟ نه نمیدرایم. بدر نمیدرایم که شوهری مست همه را میزند. بعد داغنم زار میگیرد. من باید طاقت کرده نمیتوانم. اگر داغنم برگردد تبسم او را بینم، انا همان وقت درت را کشاده می درایم. خانم اکا ادبی این عمر را دادن لازم. ما خودمان میدهیم. با فکرم باید به پلیس خبر دهیم. تو دهانت را پوش. کاری را که نمیفهمی بینیت رو نخلان. چرا باید به پلیس خبر دهیم؟ ما شرف داریم. ما عدلی ها هستیم. به نام دخترم سنم داغ آورد. شرمنده شدیم در نزد همه. با سرمنو هم شرمنده کند. این کار را بین خودم حل میکنیم. همین طوری که این ماشین عمر نیست؟ زودتر هارون زودتر.
در زندگیم از همه خوشبختترین روزم روزی خانه‌دار شویم بود. از بین چند ماه گذشت امینه به بیماری گرفتار شد. زود بیهوش بشد. اکنون گپ نمیزند، حرکت نمیکند. گفته هایم را به زور میفهمد. به همه بیمارخانه های شهر بردم. نه یک چاره یافتم، نه یگان درمان. مادرم به من به تو زنی صحت یافته میدهم گفت. حتی برای خانه‌دار کردن ارزش یافتم. من امینه را خیلی دوست داشتم، راضی نشدم. گفتم که این تقدیری من است، این همسری که خدا برای من انتخاب کرده است. من دیگر کس را نمیخواهم. چیزی که نشود همسری من این است. من او را با همه مشکلی هایش قبول کردم. فرزندهایم، این دنیای دو روزه زود میگذرد، ولی زود میگذرد. خدا زیبایی های آن دنیا را به همه نصیب کند. آب بخواهد. من میارم. نه تو شین، من خودم. چه خیلی ویرانکه این بازی است و فکر شما را فریب میدهند. در پس این درخت و دیهی است. شاید آنها با آنجا رفته باشند. رفتیم. ایستید. چی شد هاشم؟ اکا شستن این داغ به فکر دیو به دامادتان میزیبد که این را فکرت گرکنی داماد. اول داغی آیلمون را تازه کن که عدلی شوی. نوش عزیزم نوش. بایسته فرزندهایم، اگر ایش با همین خیل فداکاری ها نمی بود او را عشق نمی گفتم. خانه‌دار شوی کاری شوخی نیست پسرم. یک بار که خانه‌دار شدی طاقت کن. اون زن را خدا به تو امانت داده است. تو باید اون امانت را احتیاط کنی. من چند سال با زمینه را آب میدیم، خوراک میدیم. او را هیچگاه تنها نمیگذارم. شما هم همه خیل باشید فرزندان. قدر یکدیگر را دانید و خدا به شما مرحمت عطا میکند. انا یافتم شما. فکر کردید که از من نگریزید قاتل‌ها. درو دختر بیا. درو به خونه درو. خوب کردی که آمدی. تو زیق نشو. من با پدر و اکات گپ میزنم. شیرینکم نمیگذارم که اونها تو رو رنجونن. بس گریه نکن دخترم. کنی رفتیم. بیا. پدری من رو کشته، من هم شما رو میکشم. شرمی کن را نکن آردو مصطفی. خدایا گوش کن برادر، پدرت الکی مرده بود. از دستمان هیچ چیز نمیاد. شما کشته. شما چرا باید او رو کشیم؟ ما دکتر هستیم. ما به تو دشمن نیستیم. تو رو حتی نمیشناسیم. پدرم رو کشته. پدرم مرد. گوش کن برادر، خطا میکنی. عقلت رو کار فرما. نزدیک نشو خاطر. نزدیک نشو. چرا پدرم رو کشید ها؟ الو؟ شما چی دیوانه شده؟ این جنایت است. نمیشود. من در اینجا نمیفهمم. دختر را گریزاندن. مسئله ناموس است. ما اجازت میدیم و تو چی شد؟ پران به دیگرش کاردار نشو. ما نمیگذاریم که تو را به حبس گیرند. نه نمیشود. این آدم تو را پسر خوند، در برش گرفت. پسر نداشت لیکن تو را پسری خود حسابید. اگر پسری او هستم گویی
وظیفت رو اجرا کن. وظیفت رو. این وظیفه من است. دروغ میگوی. پدرم مرد. دکترها کشتن. اکنون آنها رو میکشم. یاشار، راست میگویم، پدرت زنده است. عقلت رو کار فرمو، قاتل نشو. من حاضر در نزد پدرت هستم. نه، پدرم مرد. من هم خیلی فکر میکردم، لیکن او زنده است. اگر خواهی با ماشین پدرت رو نزد میآورم. پدر کجایی؟ مایلش، پدرم را گرفته بیاره. اگر نیارید دکترها را در نزدتان میکشم. در کشتن آنها هیچ کس مانش بودن نمیتواند. زودتر بیایید که میکشم. مایلش، میآورم. انتظارم. وقت برایتان خندید. اگر راست باشد تا آمدنشان انتظار میشویم. پیرمرد با من بند بیار. اینها را ببند زودتر. ندیده ای مرا. زود باش. پسرم را از دستم گرفتن. من به هارون چه زندگی میکنم؟ ای خدا، پسرم را در پناهت نگاه دار. خدایا. فردوس؟ خاموش. با کجام سفید؟ پسرم مرا همسرم جیغ میزند. در جایت شین. مرا گوش کن موی سفید گناه ندارد. تو با ما کار داری. بس کن. عمر خوب هستی؟ عمر حیوان، از ما چی میخواهی؟ با تو چند مرتبه گپ زنیم پدری تو رو ما نکشته ایم. عمر خوبی؟ عمر میگویم امیمه جان. مصطفی از جایت نجوم. تو را هم میکشم. پسرم با چیزی میخواد. با من اجازت ده. من را با خاموش. مایلش. کجا شدن آنها؟ چرا نمیآیند؟ مرحمت گیرید. تشکر اوری. پسرم رو به حبس شنوندند. در این محله تنها ماندم. بعد تو به یادم آمدی. این عدلی ها تو رو هم پیش کردند. تو نرفتی، لیکن من رفتم. شوهری تو هم برآمده رفت. پسرم رو از دستم گرفتند. پسری مرا هم گرفتند فردوس. هارونم رو گرفتند. حسابمون رو با آنها برابر میکنیم. همین طور نهوریه؟ شام بخیر خواهر. خوش آمدید دمک قربان. فردوس خواهر در اینجا هستی. خوش آمدی. یک بار به بیرون برو خواهر. گوش کن مصطفی. رو همسرت رو خبر گیر. اگر آنها را کشادی هم تو رو میکشم، هم همسرت رو. فهمیدید برو؟ فهمیدم مایلش. من حاضر میگویم. مصطفی هوشیار باش. عمر پسرم خوب هستی؟ عمر آوازت رو برار. عمر سرما وای خوب هستی آقای عمر؟ خوبم. تو چی؟ من هم خوبم. بچه ها شما باید دیگر قهری هستید. خدایا به ما کمک کن.
این چی هست اماک قربان؟ امانت خواهرم. این از تو. اینش از تو فیردوس خواهرم. از خیر کننده ها خدا راضی باشد. یک آدمی به خیر و صدقه کرد. به زنهای بی شوهر ده گفت هر دیتون احتیاج دارید، برای خرید روزگارتون صرف کنید. گیرید اینها را به نام خدا داده است. دردی ما پول نیست اماک قربان. همش را میدونم عزیزانم، لیکن آدم در دنیا به چیزی چاره زندگی کرده نمیتونه. دردی ما پول نیست، فرزند است. هر دیمون از برای فرزندهایمون علم داریم. دردی فرزند گران است خواهرهایم، خیلی گران. چون گران است که گویا قیامت میشده باشد. این را شما البته از من بهتر میدانید. این درد به مادران نزدیکتر است. قیامت میشود و میدان حساب کتاب سر میشود. قرآن این را میفهماند. پدر و مادر از فرزند میگریزند، فرزند از پدر و مادر میگریزد، شوهر از زنش، زن از شوهرش میگریزد، برادر از برادر میگریزد. از این کارها من حیران هستم. در اینجا مادر برای فرزند جانش را میدهد، او را از جانش عزیزتر میداند. چی شد که فرزند از مادر میگریزد؟ بعد از این مادران از دل میگذرانند که کاش فرزند نمیداشتیم. این خیل می بود انسان صاحبی فرزند نمیشود. اگر یگان مادر فرزند خود را به آتش میپرتوه؟ نه نمیپرتوه. البته نه. اما که قربان برای چه پسرم از من گریخت؟ من به او چی کار کردم؟ خواهرم به این سوال قربانی بیچاره چه خیل جواب دهد. شاید وجدان شما یک راه حل یابد. سوالی مشکل از خواهرم، سوال مشکل، فرزند مشکل، امتحان از من مشکل تر است. خدا ما را حیران نکند. باز بسیار گپ زدم، گپی بسیار یک خرابار. تا من اجازت. ای خدا، من از این فرزند میترسم. می آیند. پدرم نمرده است. لیکن با چشمان خودم دیدم مرده بود. باز من را فریب ندهد. الو وکیل، من یاشار. لبای وکیل. به اینها نگاه کنم. اینا معلوم است که یکدیگر را دوست می‌دارند، لیکن از یکدیگر رنجیدند. وای جوان ما را می‌کشته است. باید از کشتن گیرد، لیکن ما اینها را خلاص میکنیم. وای با شکمت زد، درد میکند. نه خوب. آقای عمر همکارم میشوند، برای همین پرسیدم. اکنون چی کار میکنیم؟ چه نقشه دارید آقای عمر؟ نقشه را یک جای فکر کنیم خانم سرما. شما خود رو فکر کنید آقای عمر، یا اینکه خانم سنم رو. من هم با بیبیاتون همین خیل میگفتم. این نازها تیزی و تندی کار است. پس آن با مزه میشود، همه‌اش فراموش میشود. حاضر شما را میکشایم و زود آشتی بکنید. حیلش بین عاشقان نباید قهر وجود داشته باشد. راه گرد قطعا نمان. از همه خانه نزدیک این است که 100% باوری دارم که در این خانه پنهان شدند. دیده تیرها را به بدنش خالی کنید. این مسئله ناموس است. ناموس. لیکن من باز تکرار میکنم، کسی که با قهر میخزد با ضرر میشیند. سرکای تیز با خفش ضرر است. اکا چرا ایستادید؟ راه گردید. اکا میگریزند. اکا میگریزند. غضب، قهری است که از خط برآمده هدفش را نمییابد. این خیل قهرها سبب جنگ‌های دنیا میگردند. انسان را میکشد، به خاک یکسان میکند.
اگر قهر و غضبت را داشتن نتوانی مثل سگ خفگیر حمله می کند. مهر و محبت را، عشق را پایمال کرده حاکمی دنیا می شود. راست میگوی وکیل؟ حسین با من گفت که پدر زنده است. ها؟ اکنون همش معلوم شد. حالا است آسیم، تو ما را فریب کردنی شدید. من اکنون میبینه دکترها را میکشم. حالا ایسته با اونها نرسیدم باستا. ایسته خدایا این صدایی کجا بود این صدا؟ من از این طرف رو گردید. نجومی آرام شو. اکنون وقتی بردنت آمد. قهر و غضب که از معیار گذشت و انتقام مبدل می گردد. انتقامی کورکورانه، قهر و غضبی که بسته نشده است، با ایمان تربیه نشده است، همه وقت بازی شیطان می شود. شیطانی که قهر و غضب را به امر خود گرفته است، انسان را همه وقت پس زدن می خواهد. برای انتقامش را گرفتن در می کوبد. یگان سوراخی یافته به داخل می درآید و همه را نابود می کند. مایلش خودت میدونی خبر تو رو با اون دنیا میفرستم. پروندنی باش پرونه پرون. کنه سلاحت را پایان کن. شما سلاحتان رو پایان کنید وگرنه دخترتان رو میپرانم. در بین انسان‌ها هم نفرانی هستند که به مانند شیطان قهرشان را با خود می‌گردانند. با این قهر ابدی زندگی کرده دیگران را مانع می‌شوند. به مانند شیطان هیله‌گر، به مانند شیطان پرغضب و به مانند شیطان بی‌رحم. در اینجا باید یگان نشانه بگذارم. فرصتش آید در اینجا یک مقبره می سازم. شما غم نخورید بابا. بابا چخیلی که گفتید همه چیز را فهمیده گرفتم. اکنون محله را خوبتر می دانم. انتقام گرفتن خیلی آسان می شود. خیلی آسان می شود. چون که این عدلی ها مثل پیشتر پرقدرت نیستند. آنها خیلی ضعیف شدند. خیلی ضعیف. با هم دیگر جنگ کرده دیگرشان را می خورند. و دیر نگذشته تماما محو می شود.